فقط آش ترکی را میپرسین که چی خیلی تیار میکنن. آش ترکی را نشان تیم. های در شما نشان تیم. برات کده هم обычный روغن هم сливочное масло میدونن. او میکنن. برنج باید اشتر. دمای روغن تاپ میکنن. توی خیلی زرده شده شده. همه خطا داده میستن تا وقتی که برنجای خیلی دانه دانه میشود. خیلی کوکات میشود. بعدا آش میریزن. آب جوش آمادگی میریزم بعدا. همه خیلی میریزن که همه آب بالای همون برنج میپوشانه رنگ آشای خود مانده. بعدا نمک میکنن و میجوشه آبش خوب میشود. دمش میفرکن. آش هم تیار شد. انا خیلی نگاه میکنن وقتی دانه دانه میشه که آبش نمیمونه. بعد گازم میکشن دمش میتین دم. انا بعدا گرفته هم خیلی میپیچونن. خوش رو نیم ساعت